دوستان عزیز، با امید عزیز جور سلمان باشین، هر جای هستین در پناه خداوند باشین دوستان. آرزو میکنم این مرض کرونا رو شما نداشته باشین دوستان. این مرض کرونا کل در بدر ساخته، شهر ما که میبینین دوستان کسی نیست، یکم تا رو نمیبینین دوستان. بوستان هم که میبینین دوستان چلی پا داره، اجازه نیست تیکت بخری یا پیش بوس فرقین برین دوستان. بیخی وضعیت خراب است دوستان، سعی کنین اصلا شار پاشه پر نمیزنه. میبینین دوستان ما فعلا داخل بورس هستیم، اصلا کسی نیست، شار پرواجه محکم است. گفتم ایتانم که شاید سر روز دوشنبه همه جای محکم باشه، قراتین شاید دوستان اصلا کسی نیست. ما وقت میدیدیم بوستان پر بود ولی فعلا 4-5 نفر هستن. بیخی وضعیت خراب است، توجه خود باشید دوستان.